چیه خدایی چیه بودی؟ خدایی چرا انقدر گنده شدی؟ دلم درد میکنه خدایی درد میکنی خدایی باید درد کنی تو ای وای چیه با؟ ای وای بدبخت شدم چیه؟ الو استریمه آره، چی شده؟ بدبخت شدم چی شده؟ بدبخت شدم چی شده؟ وای چی شده فریبرز؟ بگو بگو فریبرز چی شده؟ ماهیام نیست ای وای برای این ماهی گرفته بودم ماهی قرمز داشتم میفروختم الان نیستشون بیشتر از 150 تا ماهی بود چند تا؟ 150 تا ماهی بود تو تشتی قرمز بود یه خوردهشو فروختم یکیش بود ای وای من شکست شدم به خاک سیاه نشستم به خاک گل نشستم کشتیم به گل نشست ای خبر نداری چی شده؟ تو پارکینگ گذاشته بودم ماهی ها رو آباشون هستن خودشون نیستن ایدی میگیرم میگم بهت کی خورده. خورده؟ نه چیز کی خورده؟ کی برده ماهی ها رو کی خورده؟ ماهی ها رو کی خورده؟ وایسا کی صبر کن. خورده ماهی ها رو؟ مگه میشه اونا رو خورد فریبرز؟ اونا سمی هن. بله میشه بعضی ها خورد خب بگو 50,000 تومن بده یا ایدی بده به من. نه من نگاه نکن من نگاه کن من دارم با تو حرف میزنم فریبرز. ایدی بده بگم کی برده اونا رو. آی خدایی درد داره من آی فشار ندیم بعد با خدا بالا میارم این 950 رو کی خورده ماهی ها رو؟ ماهی ها رو کی خورده؟ گوزی تو خوردی ماهی ها رو؟ نمیشه خورد اصلا فریبرز. یه لحظه من ول کن این شمشیر منو ول کن فریبرز ببین میدم بهت ولی خب به موقعش. من نگاه کن اونا رو مگه میشه خورد؟ فریبرز میگم مگه میشه گوزی اون... منو نگاه کن کجایی؟ خوبی؟ کجایی؟ نمیبینمه اینجا مهدی بیا کنار ببینم تو خوردی ماهی ها رو؟ چی؟ ماهی ها رو تو خوردی؟ ماهی چی؟ ماهی چی خب؟ مهدی این اگه ماهی ها رو بخوره ها شب و روز براش نمیذارم این شب و... خورده. ماهی چی فریبرز؟ دستی در- عوض این که بگه نوش جونه اونا برای تو هستن گوارای وجودت بشه خوردیشون میاد میگه ماهی تو ضرر خوردی کرد خب. ضرر بکنه خب اونا ماهی من برا- مهمم یا ماهی این مهمه ماهی ها خب پولشو بده چی پولت چه ماهی ها بدم رو بده پول راست ندارم میگه من راست میگه آقا این گوجه از همه گوجه جونم از همه واجب‌تر بود نوش جونت خوردی 150 تا ماهی بود از این دنقیتی ها بود قابلی تو رو نداشت دونه ای 40 تومن بذار ببین چقدر چقدره چه وایسا چند حساب تا کنم مهدی چند تا میشه حساب چقدر کنم میشه نوش وایسا. جونت عزیزم گوجه جونم همش مال خوده 150 تا ماهی بود از این دنقیتی ها 40 تومن دونه ای گرون نمیدی؟ نه تخفیف زدم بعد 50 تومن بود چون عمده خریدی همشو 10 صد چند تا بود؟ 150 تا بود 6 میلیون 6 تومن تومن عزیزم قابل تو رو نداره میگم فربز بیمه کرده بودی ماهیاتو؟ بیمه نداشت عزیزم شخص سالس نبود. نوش جونت که خوردی میام ازت میگیرم اون بای بیا اینو بده بهش بده قبول. بیا. مهدی یه تش بیار هنوز بعضی هضم نشدن زندن میپرن میان بالا پایین میپرن بده عزیزم کوچی جونم مهدی یه تش بیار 6 تومن بودم. میشه مهدی تشت بده 6 تومن میشه تشت برو خودت بیار. علی برز 6 تومن کوچی جونم
چرخ کرده به دردم نمیخوره، اونا زنده مونه. نه این دمش داره یه دونش رفت. بیا این یه دونه 60 تومن وایسا دونه دونه برگردونم 30 تومن بود عزیزم، 30 تومن بود. نه این رفته تو زنده مونده، معلومه نژادش خوبه. بودی یا همشو با هم میدی یه جا؟ من عمده حساب کردم، اگه دونه دونه حساب کنی من دونه 60 تومن برات حساب میزنم. پریبرز ها 1,200 کن بدیم پولشو. 6 تومن عمده حساب کن. 6 تومن. فریبرز چیه؟ این ماهیه تو شکمم 10 تا بچه داده. بودی مهد کودک نزدم که من. فریبرز الان حالاج 400 تومنم به من بدهکار میشی. بودی اون کوچولوها رو نمیخره. پرورش دادم اینا بودی رو. اون کوچولوها رو نمیخرن. کوچولوها نمیخرن. بزرگش میکنیم میفروشی. اون برای سال بعد اوکی میشه. نگرد سال بعد اضافه شو بهت میدن. حالا 6 تومن منو بده. میخورم میشون همین 10 دارم بس. همین 10 تا هم بخوای 6 تومن منو بده. نگرد برای سال بعد. آی بودی چه داستانی درست کردی؟ چرا باید ماهی های پریبرز بخوری آخه تو؟ اصلا خودم همشو میدم، پول همه رو میدم، نوش جونم باشه. نوش جونت خیلی عزیزم. چسبید که نوش جون بودی جونم، نوش جونت. خلال دندون داری؟ همون با اون اسکلتش خلال دندونش کن. اسکلت ندارن اینا. اه. میشه مارت مورت میکنه. بابا دوم یکی گیر کرده نمیره پایین، داره دومش رو تکون میده.